بارک الله فیکم برادران. الله سبحانه و تعالی ما و شما را ثابت قدم بکنه و این تفلکای جند الله را الله خود ثابت قدم شو بکنه و واقعی جند الله شو بکنه، مانند خالد ابن ولید و مانند طارق ابن زیاد و مانند ابوبکر و عمر و عثمان. اینها را الله سبحانه و تعالی یکی از شیران الله بگردونه که تا که در دین اللهش اینها خدمت بکنن. الحمدلله. ما گفتیم که دیگر ما گفته بودیم که دیگر یعنی این رقم اشتکا و اینقدر طفلا نمی آین. نه، الحمدلله این رقم شیرزنا هستن، الحمدلله مؤمنه ها هستن که الحمدلله این رقم فرزنده را تربیت میکنن به اذن الله سبحانه و تعالی. تو میتونین در راه دین الله سبحانه و تعالی تربیت شو بکنین، تا که تربیت شو بکنین که برای خاطر جهاد، برای خاطر شهادت یک حریص باشن. یعنی که این رقم شهادت دوست دارن که ماننده که امروز این مردم، این دشمنای جهاد حیات دوست دارن. این رقم تربیت شو کنید. بارک الله فیکم. نوش جان اون پدر و مادر که امروز فرزندش برای خاطر جهاد الله سبحانه و تعالی تربیت میکنن. نوش جاناتون. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم و فی عمرکم. این را میگن که تربیت فرزند. الحمدلله. این را میگن تربیت فرزند. انشاءالله فقط اینها را غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی تعلیمشون بتین. رسول الله مثلا این رقم کرد، این رقم کافر کشت، این رقم غزوات کرد، این رقم جهاد کرد، این رقم غنیمت گرفت، این رقم حدیثایی که درباره حورا اومدگی است، درباره وصف جنت و وصف تمام اینها را باید به اطفال امروز اونها را بخونونیم. نه اینکه ببریم در مکتبای کفری بداریم شو در اون طاغوتی جور بشن و انگلیس جور بشن و نصرانی ها جور بشن. الله از این رقم انسان ها ما و شما را نگهدار باشد. فقط در راه دین الله سبحانه و تعالی تربیت شو بکنید. والله اگر هزارها بچه های ما و شما برن در امریکا در بهترین پوهنتونا، در بهترین اینستیتوتا بخونن، 1000 پرزیدنت هم بشد بیاد، همون رزقی که الله ما را داده از همون زیاد خورده نمیتونیم. تمام دنیا را بگیرن، ما و شما را به جنت و به چیز ما هیچ فایده رساندن نمیتوند مگر این که او در راه الله سبحانه و تعالی باشه. به این خاطر یعنی عادی زندگی بکن، عادی در راه الله سبحانه و تعالی چی خدمت بکن، چقدر که استطاعت داری و در راه دین الله ثابت قدم باش. باذن الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی از این دنیا کرده میلیون ها بار. ما نمیگیم که جنت از این دنیا خورده، ما میگیم که الله سبحانه و تعالی یک رزق میته در جنت که میلیون ها بار از این دنیا چی هسته بهتر و بهتر و کلانت باذن الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی ثابت قدم تو بکنه. خواهرها و برادرای عزیزی که فرزندان را در این راه تربیت میکنید. نوش جاناتون. بارک الله فیکم. ماشاءالله عبدالرحمن، ماشاءالله بسیار نومی خوب بوده است. احب الاسماء الى الله عبدالله و عبدالرحمن. چرا نه؟ بخون، ما همین نشید خونه تو را نگاه داریم. درون طويل فشدوا نافنا عقيدات قهيا هبوا يجا لين خطا هبوا يجا لين خطا هيا لمدن لتا تزكية الناس خيات كل برمتا هبوا يجا لين خطا. ماشاءالله ماشاءالله. جاگو خدم تمام. جزاك الله خيرا وزوجك الله بكرا وباكرا يا عبد الرحمن يا أخونا المجاهد. مين؟ الحمد لله. الله عز وجل يا عبد الرحمن حفظ کنه.
آمین یا رب العالمین. بارک الله فیکم. دعا کنید در حقاشو که از چشم حاقدین و حاسدین الله سبحانه و تعالی نگهشو بداره.